سلام دوستای عزیز، من شراف‌الدین شواب هستم. در این درس برنامه بخش دیزاین کانکریت یا سازهای کانکریتی یا المان‌های کانکریتی میخوایم داشته باشیم. نظر به خواهش یک از دوستا ما قبلا هم گفتیم SAP 2000 پروگرام بسیار قوی برای آنالیز است، نه برای دیزاین. خب دیزاین آنالیز شما فرق رو می‌فهمید. حتما دیزاین برای از پدیده گفته میشه که بعضی که ما قوه رو پیدا کردیم و برای هر قوه مقطع مناسبی و مقدار استیلی مناسبی که منظور ما از سازهای RCC یا Reinforcement Concrete Element است، منظور ما از اون است. برای اینا اگر ما بتونیم مقدار سکشن یا مقاطع مناسب و مقدار استیل مناسب یا آهن Reinforcement که میگن برایش یا به اصطلاح همون سیخی گل که میگن اگه تهیه کنیم، این میگن برایش دیزاین به شکل اقتصادی بعد که مورد تعیین کنیم. ولی آنالیز یک چیزی که ما بارها رو میگذاریم برای ساز میایه و ساز را آنالیز میکنیم. در نتیجه آنالیز معلوم میشه که در بالای کدام المانی از ساز چقدر مومنت ایجاد شده و چقدر قوه ایجاد شده. خب این میگن آنالیز. به این درس من تصمیم گرفتم که کالم ها و بیم ها که توسط SAP 2000 میشه حداقل رسم نمیکنه SAP 2000 ولی به صورت آریا یا مساحت که نمی مقطع اینقدر استیل استفاده میشه او رو پیدا میکنه. در ضمن سکشن ها یا مقاطعی که شما تعیین کردین برای شما میگی که مقاطع کافی است، مناسب است یا نیست، اون رو براتون تعریف میکنه. خود دوستان میریم از اینجا نیو میگیم، زودتر این ثبت نمیکنیم. از اینجا ما گریت اونلی میگم، از گریت اونلی فرض میکنیم طرف x دو تا، طرف y دو تا و طرف z هم 3 دو منزل مد نظر میگیریم. از اینجا اوکی میگیم میره. واحد ما کیلو نیوتن متر درجه سانتیگراد است، مثل که همیشه شما دیدین. دوستا 6 در 6 یک تا چی داریم؟ یک تا سازه داریم، خیلی ساده به خاطر که وقت زیاد نگیره. خب از من جلوتر ما میریم دیفاین متریال خود تعریف میتیم. در تعریف متریال دوستا استیل ای خودش کانکریت است که قبلا به صورت دیفالت تعیین شده. من چیزی که میخوام حالا تعریف کنم اینه که ما برای ریبارها یا برای همین سیخی گل خود ما باید نوعیت استیل و متریال شما باید تعیین کنیم. از اینجا ما میریم ریبار میگیم. از ریبار استاندارد آمریکا استفاده میشه و گرید 60 استفاده میکنیم دوستا. دیگه این استیل است که ما برای مقاطع سازهای استیلی که تماما خود بیم اینا از استیل باشه برای استفاده میکنیم. این خود سیخی گل است، یعنی ریبار فرق میکنه نسبت به اینا. به خاطر دوستا درست است هر دوش شاید استیل باشه ولی استیل در ترکیب کربنی خونه متفاوت‌تر از اینه. دیگه به خاطر استانداردها برای اینا هم چیزای متفاوت مد نظر گرفته. خب این خود دوستا چی است؟ کانکریت است که ما اینا مگه مودیفیه بگم از اینجا وزنش هست و اینا و میخوام نیوتن میلی متر میگم اینا باشه. فقط ما چیزی که میخوام ایره میخوام سی باشه. سی یعنی سی نیوتن بر نیوتن بر میلی متر مربع میشه میگا پاسکال. مثل سی نیوتن که میشه سی نوشته کنم خودی به صورت اتومات قبول میکنه. حالا یک کیلو نیوتن که تبدیل کنم 3000 میشه. بله 30000 یعنی. خود دوستا از اینجا چیز خاصی دیگه نداریم به متریالا. وزنش هم 24 کیلو نیوتن میتونیم بگیریم، فرق نمیکنه. از اینجا ما شما میتونیم که بگیم سی یعنی ایره باش حرف کلام کنم. دیگه گپ خاصی به این طرف نداریم. مدل الاستیکی البته نظر به کانکریت لینیر نیست، خطی بالا نمیره یا ثابت هم نیست. خود شما میفهمید دوستان نظر به ما که ما شما 30 میگا پاسکال داریم یا 40 میگا پاسکال داریم، نظر به کم تغییرات داره. باز شما رو از کتابا پیدا کنین برسانین. ما به اونا وقت مصرف نمیکنیم. ما که میگم از اینجا چیزی که ما استفاده میکنیم این دو تاست. امروز به خاطر سرگیچی نکنید تا متریال از اعمال پاک میکنم به خاطر که به صورت دیفالت پروگرام اینا رو بگیره. خب میریم سر مقطع که مقطع رو خود تعریف کنیم. دیفاین سکشن میگم، از سکشن ها میریم فریم سکشن، از فریم سکشن نیو کانکریت میگم. از اینجا از کانکریت رکتانگل میگم. قبل از زمین متوجه شین دوستایی این طرف 0.5 از این طرف هم 0.2 یک تا کالم میگم که
کالم 20 بر 50 رو میگیرم. چرا این کالم میگم؟ به خصوص وقتی که ما رسم میکنیم دیگه تا به حال اگر فرق نمیکرد بعد از این فرق میکنه. دوستا متوجه باشین که اینجا چی است؟ کانکریت رینفورسمنت. ما برای از این مقطع خود چطور کانکریت استفاده کنیم اونا رو تعریف میتونیم. خب صورت دیفالت گرفته لنگ تیتر بارز و همچنان خودی سیخایی که به مقطع آمودن و به نام لنگیتودینال بار میگن بنا و بعدا هم گژدمک‌ها که به فارسی برشان میگن یا تایز یا استرپس که میگن اونا بعدا هم اونایه. خب ما یک نوع متریال داریم بردوش می تعریف شده بدون از دیگه نیم شما سعی کنین. باز اگه می‌خواستین تغییر بدین نتیجه برین باز تغییر داده میتونین اما نیازی نیست. خب دوستا متوجه باشین به کالم نوشته کردم به اونجا خوب اسم مهم نیه ولی به اینجا اگر من بخواسته باشم کالم چی کنم برای پروگرام بشناسونم کی مقطع به کالم ها استفاده میشه. پس در کالم ها چیکار میکنه؟ یکی دیزاین از چی میگیره؟ M2 M3 میگیره و همچنان از قوا اینا مد نظر میگیره. این چه خوبی داره؟ خوبی داره که ببینید دوستا خود کالم ها که هست مومنت در دو جهت داره، یعنی در جهتی MXX MYY و در این زمان قوه شیار اینا سر تاثیر میگذاره. بیم ها رو فقط در یک جهت چی میکنه؟ در یک جهت فقط همو اطرافی خود X مومنتش مد نظر میگیره، یعنی کمباین لودینگ نداره در بیما متاسفانه ساب 2000 تا حال. به خب گفتم این پروگرام معمولا پروگرام الटरनेटिव این شرکت برای دیزاین ها مد نظر گرفته. شما مثلا از ای تابز و سیف میتونین استفاده کنین برای دیزاینی سلب ها و همچنان دیگر بیما اینا. اونا برای کار مساعد ترن. این زیادتر پروگرامی که برای محیط اکادمیک استفاده میشه و زیاد دقیق است در بخش آنالیز. بخاطر دوستا خواسته بودن من خواستم که بعدی هم حداقل چی داشته باشیم، این نظر داشته باشیم. خب ما شما چی داریم به اینجا بعد پروگرام بشناسونیم که مقطع ما رکتانگولار یا سیرکولار. ما مقطع دایروی که نباشه دیگه مشکل نداره، میتونین بگیرین دیگه. وقتی شما رو بگیرین بازی هم فعال میشه، چون منطقا دیگه شما میفهمین که ما شما در گژدمک ها یا در همون تایز ها که هست دو نوع داریم. یک به صورت اسپیرال میره بالا، یعنی دایروی میره بالا. یک کم یکی اگر رکتانگل باشه خب مشکل نداره، صورت مقطع رکتانگولاره پیش میره. خود دیگه دوستای خود شما کلیر کاور فور د کانفرم معذرت دوستا دیگه دارین شما به بابت میخواین چی داشته باشین. در استانداردهایی که شما استفاده میکنین متفاوت‌های خود داره. این چی داره؟ مثلا در دبی مثلا در کل اینا چیزایی که اکثرا ما سر میخوریم 2 سانتی مینیمم بعد مد نظر گرفته شده. این استانداردی فلان استفاده شده، استانداردی آمریکاه دیگه. این تعداد با چی است؟ خودی چی است؟ سیخی گل است که در مقطع‌ها به دایرکشن 2 دایرکشن 3 استفاده میشه. اینا مینیمم شرایط مد نظر گرفته. دوستا به این حساب 2000 چیکار میکنه متوجه شده باشین. یک کانفیگوریشن متفاوت‌تر نسبت به ترکیه، اینا دوستا که در ترکیه تحصیل دارین مد نظر میگیره. ما و شما به اونجا از جنس میلیمتر یا سیستم متریک پیش میریم، برش میگن که مثلا فی 10 فی 8 فی 8 فی 10 فی 12 فی 14 16 20 25 بالاخره 28 30 اینطور میره بالا. ولی اینا یک قسم نمبرای متفاوت‌تری دارن. دوستا از اینترنت هم شما میتونین معادل اینا رو پیدا کنین. خود همزی معادل به 8 است، این 10 12 اینطور پیش میره فکر کنم تا یک قسمت. ولی این سایز مینیمم سایزی که شما به اینجا استفاده میکنیم بعد رو تعریف کنیم. من فکر میکنم برای یک چی فی 14 یا 14 میلیمتر که دارای دیامتر 14 میلیمتر باشه میتونه استفاده شه و 12 میتونه استفاده شه دیگه. به خاطر به اینا باز آگاهانه پیش برین که چی نشه. برای این من میگم از 8 میتونه استفاده شه و از 10 میتونه استفاده شه، هیچ مشکلی نداره، شما اینا میتونین بگیرین. خب اینجا چی میگیره؟ نظر به استانداردها که چقدر باشه بعد فاصله های اینا، اونا رو هم شما بعد فاصله های بینی کانفینمنس بار شما که هست باید چند باشه دیگه. خب به هر حال از یا میگذریم. از اینجا ما میخوایم دیزاین کنیم، به خاطر اوکی میگم سر دیگه بحث نمیکنیم. این بود فقط تفاوتی قبلا ما اینجوری مد نظر نگرفتیم، فقط حال در قسمت چی که
سکشن یا مقطع تعریف میکنیم، بعد یک قسمت دیزاین را مد نظر بگیریم. اوکی میگم از خلاص میشه. پس از یک کپی میگیرم به خاطر از اینکه به کارم است. اینو میگیرم 20 بر 60 یک بیم است. بیم مد نظر میگیرم، این طرف از 60 کنم کفایت میکنه دوستا و بعدا میایم به سر از دیزاین از بریم میگم بیم دیگه گپاش پشت سر میگذرونم. عین گپای شما میتونین از وبسایت هم راجع به اینا معلومات بگیرین دیگه. کنم گپ خاصی نداره، یه قسمت رو که قبلا سر صحبت کرده بودیم دیگه. از هم اوکی میگم میبرایم دیگه دوستا. اوکی میگم بعدا میایم به خاطر چی خود یک به خاطر خودی سلب خود یک کی مد نظر میگیرم، یک مثلا مد نظر میگیرم و اینه که مثلا یک متریال باید تعریف کنم که وزن از صفر باشه. قبلا راجع به شما معلومات داشتین دوستا. مثلا از یک کپی میگیرم، فقط تفاوت به اینه که اینو برای سلب نوشته میکنم. به خاطر این کار انجام میتونیم که هدف ما اینه که وزن خود سلب ما به صورت دستی وارد شه به سیستم دیگه. به خاطر این مهم است دیگه دوستا. اینا رو هم تعریف کردیم، خلاص شد دیگه. اوکی میگم. متن سالب و سلب میتونیم بگیریم، فرق نمیکنه. بله دوستای سلب گفتیم، فقط تفاوتی با اونا اینه که این خودش صفر است وزنش. یاد ما باشه که در قسمت تعریف سلب بعد مد نظر بگیریم. سکشن های ما تعریف شد. حالا میایم قسمت 3D. از قسمت میگیرم راحت تره دوستا. از اینجا فریم میگیرم. خود ما از کالم بعد داشته باشیم به خاطر از اینکه ما بعد از اینجا یک نمای از اکس زد میگیرم از قسمت به خاطر رایتی کار. ببخشید دوستان بعد چی نکنم به خاطر که بالای بیمارم رسم میکنه. اینا باید پاک شوه. در ضمن ما شما قبلا گفته بودیم که همیشه طوری به خاطر رایتی نقاطی آغاز ختمی کار ما باید چیکار میکردیم؟ مسئله ای بود که از پایین به بالا یا از راست به چپ یک چیزی را تعریف میدادیم که راحت تر میشدیم. به خاطر وقتی خواندن اینا باز به ما مشکل ایجاد نمیکرد وقتی مومنت و قوا اینا رو میخواد. از این کالم ها خلاص شد دیگه. 4 تا کالم انداختیم. منزل اول دوم پیش میریم سر حال. پس همین مقطع خود میشیدیم تغییر بدیم. مقطع خود بیم میسازیم. از این قسمت میایم اینجا. میبخشید دوستا خاطری که منوال نبود دیگه. باز ما شما از این جگه بگیریم باز میتونیم این منوال رسم کنیم. یک پروگرام یک چیزی که یک چند وقت کار نکردی سر باز میبینی که دستید که خیلی رو بوده دیگه، بازم مشکلات خودت داره. خب بعدا میریم به نمای x z y x از پاپ ویو است. این قسمت که ببینیم خوب میشه. اینا رو میندازیم بیمام خلاصه. خب از اینجا یک دفعه ببینم از 3D که چی حال داره وضع 3D ما. بله این قسمت مطال رسم نشده باش که میرسم نمای کدام نمای YZ بعد ببینم YZ. بله دوستان این تا رسم نشده، این هم رسم کردیم خلاص شد. خب حالا دوستا دیگه زمان زیر رسیده که ما باید سلب خود مقطعش تعریف کنیم. define section for area new section میگیم. قبلا دوستا سر از صحبت کرده بودیم که این خودیو شالتین و شالتیک اینا چی خاصیت ها دارن. اینا فقط وقتی ما ایری میگیریم خودی از این دیفورمیشن ها یا دامو تغییر شکل هایی که از قوی شهر نامیه مد نظر نمیگیره. اینا این تا خصوصیت های نازکتر و کلانتر چیزی دارن به یک دیگر دیگه. به خاطر دوستا شما باز این مسئله رو مد نظر بگیریم. خب دیزاین پارامتر زیر میگیرین دوستا. از اینجا شما باید متریال خود تعریف بکنین. به قبلا که گفته بودیم چون هم ریبار هستن. ریبار لایت میتونین وان وی سلب تو وی سلب، اما فعلا من میفهم که تو وی سلبه، ولی شما اگر باز مطمئن نه میتونید دیفالت بگذارین. پروگرام خودیو میتونه تشخیص بده. اوکی دیگه از این قسمت میگذریم، چیز خاصی دیگه نداریم.
فقط متریال ما متوجه بودیم که ما متریال خود بعد سلب انتخاب میکنیم تا وزن متریال وزن خود سلب صفر میگرفت و بعد ما وزن سلب صورت بار رو بالای سلب علاوه میکردیم تا اینکه بارا بتونه از بالای سلب دوباره بره بالای بیما و کالم ها. بله دوستا از اینجوری رو که میگم ختم میشه. بعد میایم به بشکمی چی ما رو بسته داره صفحه ما رو دیگه تاپ ویو میایم از اینجا از ایکس وای میایم سعی میکنیم زد میسوی به 6 هستم پوینتر میرم زد میسوی به 3 اینجا قسمت هم میبینین. پس منزل اول سلب میخوام سلب بندازم دیگه. به خاطر قبل از ازی شما برین رنگ ایره یکم تغییر بدین به خاطر وقتی که شما سلب رسم میکنین دیگه لس بکنین که رسم شده بتونید ببینین. یعنی خب دوستایی رو میگیرین از اینجا متوجه باشین که 15 سانتی سلب انتخاب شده. بله انتخاب شد. از اینجا میگذرم صرف نظر میکنم بالا میرم این تا انتخاب نشده میام سر زیرم انتخاب میکنم بله هم انتخاب شد. الان دوستای عزیز زمان از رسیده که ما بعد فکر کنیم سر بارهایی که ما به سلب علاوه میکنیم اینا با سر از اونا فکر کنیم. در ضمن ازو قبل از هم از یادمون نره بعد من از تاپ ویو ببینم نما ایکس وای بعدا از این پایین میایم و این قسمت ما بعد چیش انتخاب کنیم اساین جوینت مسند ها یا سپورت هایش بعد ما ایجاد کنیم. بله ایجاد کردیم به 3D میریم وقتی میبینیم که این قسمت ما سپورت داره. مردو سلب انتخاب میکنم. دوستای عزیز خود شما ببینید که در صورت 15 سانتی ضخامت یک سلب باشه و وزن کانکریت هم 24 کیلونیوتن باشه 0.15 ضرب در 24 که شما میکنین یعنی 3.6 کیلونیوتن وزن شخصی خود سلب است به صورت بار اسان لود به صورت آریا لود و قبلا صحبت کرده بودیم یونیفرم تو فریم تو وی سلب است از این 3.6 میشه. میبخشین دیت لود داریم اپلای اوکی. قبل از اینکه ما شما لایو لود اینا رو علاوه کنیم مجبوریم لایو لود پروگرام بشناسیم. از لود پترن شناخته میشد شما اگه یادتون باشه. فقط پروگرام دیفالت گرفته یکی ما اینجا این لایو نوشته میکنیم. از قسمت میره لایو لود میکنیم از اینجا نیو میگم اوکی میگم اینجا علاوه شد. بعد از اینکه یارد انتخاب کردیم پس اساین میگم از اساین لود میره ماریا لود یونیفرم تو فریم. قبلا اینجا لایو لود میکنیم برای یک رزیدنشیال بیلدینگ 2 کیلونیوتن نظر به پروگرام چی استانداردهای ترکی که صحبت کنیم 2 کیلونیوتن بار کافیه در صورتی که خود اتاق‌ها یا روم‌ها باشه. اینا کوریدورها و استرکیز اینا تا 5 تا بالا میتونه بره. نظر به مکتب و نمیدونم مراکز خرید فروش و فروشگاه اینا فرق میکنه. جایی که انسان‌ها زیادتر باشه و اونجا لایو لود بالاتر میره. خب چیزایی که شما مهندسی گرامی همه از این مسائل معلومات دارین دیگه سر از بحث نمی‌کنیم. از هم خلاص شد. خود دوستا حالا زمان از رسیده که ما بعد لود کیس لود پترن اینا رو معرفی کردیم. لود کیس اینا رو باید معرفی کنیم. میره به خاطر زلزله قبل از اینکه ما بتونیم مدل آنالیز خب مدل آنالیز سر چی بس قبلا گفتیم عبارت از آنالیزی که میتونه برای ما پریودی سازه رو تعیین کنه. به خاطر خیلی مهمه به ما مقدار کتله‌ای که در وقت زلزله در آنالیز زلزله مد نظر گرفتیم او رو به ما تعیین میکنه. در ضمن ما بعد پروگرام بشناسیم که خودی سازه در چی یک نوع زمینی در چی شدتی زلزله چه یک منطقه‌ای داره اونها رو بعد معرفی کنیم. اینا به خاطر این مسئله دیفاین هم از قسمت دیفاین قبل از همه ما بعد باش ماسرز یعنی چقدر از کتله ساختمان بعد در خودی آنالیز مد نظر گرفته شده. من میره نیو ماسرز میگم میره 1.1 دید لود 0.3 لایو لود میگم. به خاطر چی میگم مثلا دوستا؟ به خاطر که نظر به استانداردهای ترکیه 100% بار مرده و 30% بار زنده بعد به کتله تبدیل شد و بعدا اونا باز چی مد نظر گرفته شد در قسمتی زلزله مد نظر گرفته شد. بعد دوستا 100% یعنی یک ضرب ده از مد نظر گرفتم. وقتی لایو لود میگیرم میرم 0.3 میگیرم و از اینم عد میکنم خلاص میشه. خاله به شما مسیج احتمالاً به تازی بابت که نمیدونم شما احتمال دارین که دو دفعگی حساب کرده باشین اینا. شما وقتی که قبلا سر صحبت کرده بودم بار خود وزن خود سلب صفر کنین دو دفعه حساب نمیشه. بسیار راحت باشین این بابت. خب یاد شما نره که از این دیفالت بگیرین. اگر از این دیفالت نگیرین باز مثلا مجبورین نمیتونین انتخاب کنین. نمی دیفالت انتخاب میشه یک کم مشکلات میبرتن رو که کنه خلاص.
خب از اینجا گیردی خلاص کردیم ما رو با سر لود کیز میایم. به لود کیز متوجه بشین دوستا که ما فقط حالا چند تا داریم، مدل آنالیز داریم، لینیر داریم و اینا. ما بعد ریسپانس اسپکتروم اینا رو مد نظر بگیریم، در ضمن مدل آنالیز ببینیم که چند تا چی داریم، مود داریم. ما به این واسه مودیفای میگم خودشه ماکسیمم 12 مینیمم یک دو منظر 6 تا کفایت میکنه. دوستا پروگرام ضرور نیست قدر خسته کنیم. برای از اینا ایجن وکتورز یا ریتس وکتور هر یک میتونید استفاده کنید. ببین دوستا متوجه باشین که ماسترز میبینید چیزی که ما تعریف کردم پروگرام به صورت دیفالت رو شناخته اینجا. دیگه دی اوکی میگم قسمت ها مطمئن بودم که چون میشید فقط به خاطر بلدیت همه ما و شما یکم گفتم تکرار بشه. حالا زمان از این که ما ریسپانس اسپکتروم استفاده میکنم برای تعیین که سازه ما به کجا مینشین اینا. به خاطر فانکشن میرم ریسپانس اسپکتروم میرم از قسمت استاندارد ترکی استفاده میکنم. ساب 2000 استاندارد بنام تی ترکیش استاندارد تی 2007 رو مد نظر میگیره. یک تا فانکشن از یو فانکشن. خب منطقه اول زلزله، دوم یا سوم زلزله فرق میکنه. میبینیم متوجه باشین منطقه زلزله تفاوت میتونم خودی چی مد نظر گرفته شده باز ببینیم. خب منطقه دوم زلزله باشه فرض کنیم زمین سنفیزی میتونه که Z2 یا Z1 باشه. نظر به نتایج لابراتواری که به شما میاد نظر بود تصمیم میگیریم. خب سیسمیک لود ریدکشن فاکتور اگر سازه شما در کل از اطرافش از شروال و نمیفهم کلام اینا مد نظر گرفته شده باشه 8 من فکر کنم 6 کفایت میکنه به 6 است. من مطمئنم از بابت دیگه فانکشن دامپینگ راشیو چی اندازه انرژی یک زلزله را خودی مواد میگیره برای کنکریت 5% ماب میکنه یعنی به خود جذب میکنه. و متوسط خب اینا رو خودی پروگرام به صورت اتومات به دست آورده دیگه. اینا از جنس جی است. قبلا هم گفتم پریود 0.2 جی اینا جی هم اما 9.81 است که قبلا سر صحبت کردم. خود دیسپلی گرافیک میگه میره شده برای اوکی میگم این قسمت باشه ایرم چی بگم خودی ریسپانس بگم RSP بگیرم هم کفایت میکنه. اوکی دوستا برای مودیفای هم شما اگه ببینید پس همون مسئله دیگه چیز کانورت تو یوزر دیفاین هم میتونین میتونه تغییرات پسان میارین. این فرق نمیکنه اونا. این رو میتونین دلیت بکنین خاطر که باز پروگرام میشتوانی رو نگیره که شما باز به جنجال خلق نکنه. خب دوستا این هم تعریف شد و زمان ازی رسیده که ما به لود کیز خود بریم. یعنی به این جمع مدل خود ما فقط به پروگرام تعریف کردیم. حالا میخوایم یک تا دیگه هم به نام ریسپانس اسپکتروم بله ریسپانس اسپکتروم تعریف کنیم. بی از ریسپانس اسپکتروم ما قبلا گرافیک خود تعیین کرده بودیم. از اینجا CQC استفاده کنین SRS برای مدل کامبینیشن که تعداد قوواتی که مدل ایجاد میکنه چطور کامباین کنه، تعدادی به جهتایی که ایجاد میشه چطور کدام جهتای اینا رو کامباین کنه. این ریسپانس بگین ریسپانس اسپکتروم SP نقطه فرق میکنه. خود دوستا فکر کرده باشین U1 جهت Y جهت X یعنی هیچ زلزله شما ایتو مد نظر گرفته نشده که از بالای ساختمان طرف پایین بزنی از پایین ساختمان طرف بالا بزنه. معمولا تحت یک زاویه مختلف تر میایه. جهت Y U1 جهت X و U2 جهت Y و Z نمیایه به خاطر یعنی حداقل در استانداردها مد نظر نمیگیرن. خب این اسکیل شما 9.81 ات بعدا U2 9.81 ات این وضعیت تا نره دوستان. بله دیگه چیز خاصی نیست. اگزنتریسیته به این مد نظر نمیگیریم. از ماسترز ما قبلا انتخاب کرده بودیم مسئله رو اینجا خودش مد نظر گرفت. اینا هم چیزایی که ما بعد آگاهانه به خبر باشیم. بله دوستان هر چی لود کیسی داشتیم از بار مورد مدل آنالیز که برای پریود و چی به کار میرفت از اینکه کتله ساختمان چقدر کتله ساختمان ما در زلزله مد نظر بگیریم. اینا لایو لود بار زنده و همچنان همین کتله ساختمان که به زلزله تاثیر میگذاره برای دریافت پریود. این ریسپانس اسپکتروم به ما میگه که خودی سازه در بالای چی نوع زمینی نشسته که زمین تایپ یا Z2 گرفته بودیم قبلا. دیگه عرض کنم به حضور شما که دیگه دارای زمین داره چی نوع پریود یا اینا سازه داره چی نوع چی حد ریجید است که ما R8 تا 6 کردیم. اینا نظر بونا گپایی که دوستایی که تئوری آنالیز زلزله رو خوانده باشن در قسمت در صنف اینا چیز بسیار آسونیه قدم تحلیل میتونین بیاد داشته باشین. اوکی میگم از دیگه هم خلاصیم. خب دوستا زمان ازی رسیده که ما باید چی کنیم؟ ما باید کامبینیشن کنیم. ببینین همین سه تا رد برات بیان متا
لود پترن، لود کیس به نوبت. خب در نظر به استانداردها میتونین یک به یک به دستم انتخاب کنین، یا به نظر من فقط کار آسان اینه که قبلا ما خود دست داخل میشدیم خاطری که بیاموزیم، حالا به صورت دیفالت میگیریم. دیفالت میگیرم چی میگیرم؟ کانکریت فریم دیزاین. من میگم ما کانکریت فریم دیزاین میکنیم. متوجه شدین دوستا؟ میبینید این دیزاین شل نیه. فریم یعنی مقاطع کالم و بیم ها. او خاطر سب 2000 متاسفانه برای دیزاین سلب ها مناسب نیست. فقط شما آنالیز میکنین، بعدا به یک اکسل چیزی بسیار آسانه این مسئله. خب دیزاین رو به یک اکسل به دست جور کنین میتونین، اما مومنتش بندازین خلاص دیگه به دست میاد همون گپ. خیلی مشکل نیه منتها دیگه این نظر به استانداردی که شما انتخاب کردین، نظر به اون استاندارد اینا رو مد نظر میگیره. خب اگه بخواید به میو چی شما چی هست اسمش تبدیل کنین، اینو میبینین دوستا 1.4 بار مرده است. خب پس این چیه؟ این ببینیم مودیفای کنیم. 1.2 بار مرده، 1.6 بار زنده. این به ترکیه 1.4 بار مرده است. خب بیا نمیره مثلا استانداردهای ترکیه مد نظر بگیریم. اوکی میگم فرق نمیکنه. نو ایگنور نکن، یا باشه که امیر پروگرام سردرد نکنیم. میگه این نظر به استاندارد نمیخونه، بس خیلی امر دیگه 1.3 بار زنده و لایو لود و ریسپانس اسپکتروم که همو ای که میگن برش، یعنی به صبح زلزله. اینا هم فکر کنم بار مرده و زلزله هست. اینا دیگه کامبینیشن ها دیگه هم میتونید شما به اضافه کنین، نیو کامبینیشن بکنین، فرق نمیکنه، ولی برای فلان استاندارد میگیری که فرق میکنه. اینال دوستا اینا رو هم که مد نظر گرفتیم، بیایم این قسمت ویا دیزاین. چی میخوام دیزاین کنیم؟ کانکریت. خب یک اوورویو کنیم که ما چی نوع استاندارد برای دیزاین استفاده میکنیم. استانداردهای آمریکاست SCI 314. دیگه برای هر نقطه ازی که اگه بخواین این چیه، اول که یک شرطه که برای چی شما مد نظر داشته باشین، شما باید برای اینا کتاب از خود کتاب معلومات داشته باشین تا آگاهانه بفهمین که اینا چیه. فقط چیزی که ما مثل اسم دیزاین کاتگوری چی نوع کاتگوری از اون دو گرفتیدیم، از اینجا دو میگیریم. دیگه ببینین سرخ آمده قسمت چیه؟ سرخ value that has changed during the current session. بله اینا ما تبدیل کردیم. دیگه از اینجا اوکی میگم، از این مسائل ها همه به صورت اتومات خودی میگیره. اینا زمان از این که ما آنالیز کنیم، بعدا هم سر از اینکه چقدر چی به کار رفته استفاده کنیم. نه قبل از این ما باید چیکار کنیم فراموش نشه. بعد اینا رو به مش بالا از اینا کلیک کنیم. دیده باشین auto edge constraint، یعنی از اطراف بعد به بیم ها این مسند داشته باشه یا بچسبه. این رو کرییت طرف کنیم. دوم مسئله ای که آریا مش میخوام دیگه چی داشته باشیم، اینا رو تقسیم کنیم. 6 من میخوام نیم متر یک مقاطع داشته باشم، پس به 12 کنار از جهت x و y تقسیم کنم دیگه. خودی پارچه میشه دیگه. خیلی هم مهم نیه. این به خاطر چی میکنم؟ به خاطر از اینکه بازمان پسان باز به شما نشون میتونم که حکمت ازی از چی قراره. باز خیلی هم شما به این بابت از این حرکت پروگرام خوش میشه ببین، چون با من اندازه اکیوریت میشه، منظمه، خوبه. از این هم خلاص شد دوستا. دیگه زمان از رسیده که آنالیز بگم، همیشه رن بگم، به جای یک برو سیو کنم یس بگم جای داد شده. اینه دوستا دیده باشین. حالا قبلا شما وقتی که را استارت میکردی مشکل اینجا بود که بیم ها تنها شور میخورد و سلب تنها، به خاطر از اینکه با هم جوین نداشتن. حالا که ما به مش تبدیل میکنیم، نیم متر میگم یک بار مسند شه یا سپورت ایجاد کنیم که با هم حرکت میکنن. خب برای از اینکه ما مدل خود گپای خود بفهمیم، ما باید از اینجا مدل انتخاب میکنم. از اینجا دیگه عرض کنم دیگه این حرکتی اولی زلزله است که میکوبی سازره پریود 0.52 منطقی است، خیلی بالا نرفته دیگه. بله چیزی که میشه انتظار داریم. سیستم تورژنال چیه داره؟ به دوری مرکز شغل سازه را میپیچانه.
دیگه مود سومش هم طرف وای در حرکت در دیگه سه خطرناکترین اینا همینا هستن. رفته رفته پرید خردتر میشه دوستا دیده باشید دیگه. اینا چند مود بود؟ 6 مود. به 6 مود باز اینا همه کلی ها چیزا مد نظر میگیرن، در دیزاین مد نظر میگیرن. خب ایجاد شده از اینا همه پروگرام خیلی حساب میکنه که در دست حساب زیاد چیزی که بگم ناممکن هم هست واقعا هست. دیگه میگذاریم سر از این میام. خب حالا ما گفتیم ما دیزاین میکنیم، بله از این قسمت بیایم میگم که سلکت. ببینید کلی کامبینیشن هایی که ما قبلا کرده بودیم اینا انتخاب کرده، ضرور بین نشده. پس از این یه استارت و چک. بله دوستا یعنی این به ما چی کرد؟ امو از لحاظ آریا مساحت چی ماده تعیین کرد، مقداری که باز استیل که ما کار برده بودیم تعیین کرده. حالا چی میخوایم؟ اینه که ما بعد دیسپلی انفورمیشن کنیم. ما چی میخوایم از اینجا؟ فرض مثال ما شیر رینفورسمنت میخوام دوستا. بله مقدار قوه شیر است که به خاطر رینفورسمنت به خاطر قوه شیر ایجاد شده. دیگه از اینجا فرض میکنم لانگیتودینال بار میخوام، قبلا هم می بود. از اینجا عرض کنم بزرگ شما که چی میخوام. دیگه این برای تعیین نکرده، یعنی آنالیزایی که به کار بوده نظر بستن خودی چی مد نظر میگیرن. یعنی از اینجا شما هر کدومی که مثلا برای تورژنال رینفورسمنت میتونید چی مد نظر بگیرید؟ صفر. به خاطر از اینکه قوه‌ای که ما واقعا برای ما تورژنال ایجاد کنه نیست. یعنی اگر می بود خود تعیین میکرد مقابل از پروگرام به صورت اتومات مد نظر میگیره. خب دوستا این بود چیش. این هم فقط مساحت اینا مد نظر گرفته دوستا. یک مسئله دیگه هم به شما بگم اینجا از لحاظ فیصدی اینا چیزای راحت‌تر نشون میتونه. فرض مثلا پرسنتیج بگم. یعنی قسمت به اینجا چی میگه؟ این قسمت این نقطه بیم است. این نقطه بیم مقدار فیصدی استیل است و این هم نقطه وسطی. خب از لازم مومنت بگیم این به کجا استفاده میشه؟ خب نیازی نیست که به شما بگم که این تاپ بار این باتم بار است و این هم باتم و این هم تاپ بار. به خاطر باتم تاپ است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه دوستا مومنت میبینیم یک بار از چی میبینیم؟ فرض مثلا برای مرده میبینیم. فرض میکنم مومنت 1 2 2 مومنت 2 2 2. بله دوستان شما ببینین. خب وقتی که تو مومنت دیاگرامت به این قسم برای مومنت هر طرفی باشه استیل هم به اون طرف میره دیگه. به خاطر ما میایم به این شکل میبینیم که اینجا قیمت دیگری داره. چند داره؟ مومنت تقریبا 7. اینجا 19 چیزی کم. خب پروگرام خودش میگه که من به سمت بالای منفی مد نظر میگیرم، به سمت پایین مثبت منفی مفهوم مومنت چیزی فیزیکی نداره. شما ایت فکر کنید که مومنت اینجا جهت تبدیل کرده. به این قسمت طرف بالای بیمه تنشن ایجاد کرده، به این قسمت طرف پایین. هر طرف جای تنشن وجود داشته به خاطر کانکریت در مقابل تنشن کم استقامت کمتره. به خاطر استیل میای اونجا استفاده میشه قسمت بالا که بتونه همو تنشن مقابله کنه و در مقابل عضو بستک. حالا در حال میریم بالای این مسئله. اینه بیاد داشته باشین دوستان. منظور می بود که ما باید از این فیصدی اینا مد نظر میگیریم از اینجا. بله دوستان دقیقاً همو بس سه محیط متفاوتی چیزایی که مد نظر گرفته هست. منتها اینجا چرا در قسمت بالا اگه دیده باشین به اینجا کم میاد؟ به خاطر که به قسمت بالا اینجا مومنت نبود، مومنت کلا پایین رفته. چرا به قسمت بالا اینا زیادتره؟ به خاطر از اینکه چی بود؟ به مو خاطر که اینجا مومنت زیادتره. به پایین تر 0.15. یعنی شما اگه نزدیکتر کنیم دوستا بهتر میبینید. در تاپش این قدر، در قسمت باتومش این قدر. به خاطر که این قسمت مومنت طرف بالا زیاد بود، فیصدی استیل که استفاده شده زیاد شده. به این قسمت در پایین مومنت زیاد بود، در بالا کم بود. در بالا مینیمم استفاده کرد در پایین. یعنی سب 2000 برای چینا خوبه، برای فریم خوبه. این حالا شما اینو یار چیکار میکنین؟ اگه کار خوب کنین که شما مقاطع تعیین کنین، کار بسیار ساده. شما اینا رو میگیرین در چی شما یونیت شما متر است. خب ببینیم نه از فیصدی بندازیم بیرون چیکار میکنیم. از فیصدی وقتی ما رو بندازیم لانگیتودینال بارز مثلا
شما الان اینا رو بگیرین. فرض مثال چی قدر شده؟ 0.3035 متر مربع، یعنی 0.30300. اینا رو خود شما میتونین بعدا تقسیم یک تا چی تعیین کنین، یک تا بار، یک تا سیخ گل تعیین کنین. فرض مثال سیخ گلی که مثلا فی 14 باشه، مثلا تقسیم فی 14 کنین، سه کنین چند تا فی 14 میخوره. بعد از اون موقع در چی میشه؟ اون موقع در استیلش میشه، بعد میندازین بر سازه. خب برای شما شاید سوال پیدا شه کانفیگوریشن از چه قسمت؟ دوستا کانفیگوریشن از برای یک مهندس کار سخت نیست. شما شابلون ها از تابلو هست که از جنسی ال رسم کرده که از این تا به اینجا چطور بیاد، از این دار بخوره کجا شو چطور شو نظر به متعین میکنید. باز اگر نه میخواستین که همه چیز شما رسم کرده منظم و گپ گفته باشه، شما باز وقت جا داره که ایبات مثل تاب استیل است، اینو باز وقت جا داره که شما استفاده کنین از برنامه ای تابس استفورکات، از این پروگرام استفاده کنین، حتما به نتیجه میرسید. خود دوستا بس من آنالیزی سلب هم برشون نشان میتونم، به خاطر از اینکه در سلب فقط گفتیم آنالیزش راحت تر میتونه انجام بتینه، به خاطر پروگرام برای ما دیگه. یعنی دوستا از اینجا شما میبینین استرس و گپ گفتاش میتونین از دیافراگم گپ گفتاش هم میبینین پیدا کنین. اینا چیزایی که شما به این درس دیدین نظر بخواشید. دوست گرامی ما مهندس آقای صبا از تاجیکستان خواهش کرده بودن که به ما یک تا چطور استیل تعیین میتونیم، ما باید معلومات بتینین از سب 2000 و در ضمن راپوردهی چطور میشه. خب دوستا راپوردهی از قسمت دیسپلی، از دیسپلی شو تیبل فور اگزامپل به قول انگلیسی ها، برای مثال دیگه چی میخوام داشته باشیم؟ نتایج آنالیز داشته باشیم. مثلا نتایج آنالیز از چی داشته باشیم؟ از کانکریت داشته باشیم، فریم کانکریت مثلا از اینجا که میگیم. دیگه عرض کنم به حضور شما از کامبینیشن ها میتونیم داشته باشیم. چی میگه؟ دیت مدل لایو ریسپانس. دیگه عرض کنم از بیز ریاکشن میتونیم داشته باشیم. کانکریت کالم دیزاین. دوستا برای از اینکه شما بیشتر گفته بودم که شما برین در اکسل اینا نوشته کنین، ضرور هم نیست، خودی نوشته میکنه برای شما. دیگه کالم شما دیگه عرض کنم بزرگ شما قسمت از آریا اینا رو همه، بعدا لوکیشنش که این قسمت صفری به 1.5ش قسمت سیمتریش، کالم شما باز از نقطه صفریش 1.5. این قسم که کالم سامری بیم مثلا یا از بیم است. خب دوستا اینا رو چطور کرده میتونید به انتقال بتونید شما تیبل تو اکسل. بله دوستا، یعنی قدرم چیزی سختی نیست. شما 20 در 20 اینا من قبلا گفته بودم دوستا کوشش کنین که اسما نوشته کنین که در راپوردهی اسما ذکر شه. به خاطر اینکه گفته بودم که یعنی شما باز اینجا به چی داره میبینین نار که چیکار است، حالتش چی داره. خب ایرور مسیج نداریم، مثل قسمت اصلا میتونین که دلت داشته باشین، میتونین چی کنین، مشکلی نداره. دیگه وارنینگ مسیج هم ندارین، از اینا استفاده میخوام. تو منظور قضیه چیز خاصی هم نیست دوستا. دیگه شما باتم از کامبینیشنش، از باتمش، ریبارش، عرض کنم از لانگیتودینال بارش، همه چیز شما میتونید ببینیم. لوکیشنش که دست کجاست. خب قبلا گفته بودیم که چیکار نقطه آغازش نقطه صفریشه، بعد 0.5 بالا میره، بعد اینطور میشه چطور میشه. در کل اینا چیزایی که شما میتونید ببینید. خب برای اینکه واضح‌تر ببینید چیکار میکنین؟ اکسل خودم واضح میکنین، پروگرام خودم واضح میکنین. بعداً از این جمع قیمت‌های خود سعی میکنین که والا ما ببینیم که قیمت‌های میکردم قیمت است، یا مثلا فرض مثال انا شما میتونین از اینجا قیمت‌های خود ببینید که مثلا کدام قیمت شماست، از کجا به کجا چه کارهایی داره اینا، نظر به اون سر بگیرین. خب ضرور نیه من فکر کنم اینقدر چون سیمتریک بود دیگه قیمتا چیزی انتظار میرفت که هم یکسان برای که یکسان هم برآمده. فقط چیز خاصی دیگه ما به اینجا نداریم فعلا. یک چیز دقت کنین دوستا، 0.30 اینا وقت شما از جنسی چی میبینید ضرب ای چی میشه که همون ضرب 10 به توان چی منو میتونه شما میفهمین. واقعا شما مهندسین دوستا. راپوردهی در قسمت دیگه از مثلا از چی میتونیم داشته باشیم، از کامبینیشن ها میتونیم داشته باشیم. فرض مثال
نقطه مهم کامبینیشنز باید پیدا بشه. خود دوستان هم خیلی وقت میشه لود دیفینیشن. بله دوستان اینی رو بعد ما مد نظر بگیریم. لود دیفینیشن این رو هم مد نظر بگیریم مثلا. اوکی شما وقتی اوکی میکنین اینجا میای خب تا بعد شما پسان روش بگیرین با خود. یعنی هم چیز از رسپانس اسپکتروم بعد چیزش بشین دامپ رشیو 0.5 دیگه عرض کنم به حضور شما لود پترن دوستا براتون نشان میتونه. لود کیز بعد نشان میتونه. بله دوستان دیگه عرض کنم هر چیزی که خواسته باشین از اینجا به شما نشان داده میتونم. دیگه دوستا یک مسئله دیگه هم مد نظر داشته باشین که شما باید چک کنین که سکشن های شما واقعا کافی شد یا نه. Verify Analyze Voice Design Section. شما میگه دیزاین های برای بار اول خود شما مثلا انالیز سکشنی که شما تعریف کردید. دیزاین سکشنی که پروگرام سعی میکنه کافی یا نه. این نظر به باز بر مسیج میتونه که این سکشن کافی است یا این نیست گپ گفته. چی میگه براتون؟ Analyze and design sections match for all concrete frame. تماما انالیز و سکشن های دیزاین با هم مشابهت داره. پس به خاطر که مشکل هم ایجاد نکنه مسیج ایرور گپ گفته نداره. هر جایی که مشکل داشته باشه بس براتون میگه فلان الیمنت فلان مشکل گپ گفته داره اینو گپ گفته. دوستان این بود درسی این هفته ما، آخرین درس ما از برنامه ساب 2000 و من کوشش میکنم از برنامه استاد پرو که واقعا برنامه منظم تری در کانکریت اینا و شما درس‌های لذت داشته باشم. چون ماه مبارک رمضان اومده دوستان ما از فراموش نکنین. شاید به این ما دسترسی نشه بعد از عید ان شاء الله باز هم در خدمت خواهیم بود. من قبلا هم گفته بودم درس فرمایشی اگه باشه آماده هستم جای مشکل باشه ببینید در خدمتم. دیگه طوری که می درس بود یک درسی از چی است فرمایشی دوستان. دیگه از ددلوت دیگه گپ خاصی فعلا نه دوستا. باش کمی این دفعه شما را نشان بتونم من قسمتی استرود کنم سعی کنم که تحقیقات داریم هم بعد مد نظر داده شده. این را میتونید اینجا بگیرین. بله دوستا یکم بعد ادجست بشه اینو پایین و بالا اینا. معمولا ساب 2000 از سنتر تا سنتر اینا رو به هم میرسونه. شما میتونین لوکیشن ها اینا رو تغییر بدین ولی در کل این میشه شکل خیلی مد نظر میگیره. خیلی مهمم اونا رو نمیشماره در کل. یعنی چیز خاصی هم نیه به حساب خودش. از رسپانس اسپکتروم چیزای عجیب و غریب نتایج به غیر میبینیم چون حرکت زمین هست همه چیزای متفاوت تره. بله دوستا تا درسی بعدی که من هم شرفتین در خدمت شما قرار میگیرم. شما رو با خداوند پاک و بزرگ میسپارم. سپاس از اینکه با ما بودین. خداوند یار و مددگار شما.